با عرض سلام بر رویدادهای خبری این ساعت خوش آمدید. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا درباره شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان تردید دارد. در حالی که رئیس جمهور کرزی تعدیلات را در قانون انتخابات آورده است، میلیبند میگوید که انتظار ندارد که انتخابات آینده پارلمانی افغانستان آزاد و بی‌طرف باشد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که در حال بررسی تعدیلات این قانون هستند. در حالی که بر بنیاد ماده‌های تعدیل شده قانون انتخابات رئیس جمهور کرزی حق دارد تا تمامی اعضای کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی را بگمارد، وزیر خارجه بریتانیا درباره برگزاری انتخابات شورای ملی افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. میلیبند نقش کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را در افشای تقلب‌ها و تخلف‌های انجام شده مهم می‌داند و می‌گوید که با این کار رئیس جمهور کرزی مشخص نیست که این کمیسیون در انتخابات شورای ملی شفاف برخورد کند. ما می‌بینیم که رئیس جمهور کرزی کی را برمی‌گزیند، زیرا این یک علت مهم از مستقل بودن و عدم استقلالیت انتخابات خواهد بود. من فکر می‌کنم این بسیار مهم است که ما بتوانیم همکاران افغانی داشته باشیم. از سوی یک رئیس جمهوری که به تعهداتش پابند بوده می‌تواند رهبری می‌شوند. میلیبند میگوید که وی هرگز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که در آن آقای کرزی پس از کنار رفتن دکتر عبدالله از دور دوم انتخابات به دنبال داشت، انتخابات آزاد و بی‌طرف نپذیرفته است. من فکر نمی کنم شما کسی را دریابید که برگزاری انتخابات آزاد و بی‌طرف را در افغانستان توقع داشته باشد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که انتظار دارد تا این فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی با قانون اساسی افغانستان مطابقت داشته باشد. ما امید میکنیم که این فرمان تقنینی در مطابقت با قانون اساسی افغانستان باشه و همچنان در مطابقت با او خواستهای پارلمان افغانستان و جامعه مدنی افغانستان باشه که در ارتباط به اصلاحات سیستم انتخاباتی افغانستان صورت گرفته است. بر بنیاد قانون پیشین انتخابات رئیس جمهور می توانست تا تنها 3 عضو کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را برگزیند، اما با تغییراتی که رئیس جمهور در 3 ماده قانون انتخابات به وجود آورد، اکنون می تواند که تمام اعضای این کمیسیون را برگزیند. دیروز نیز این کار رئیس جمهور کرزی با نگرانی شدید غرب روبرو شد. پرچم افغانستان امروز در ولسوالی مارجه ولایت هلمند به اهتزاز درآمد. مقام‌ها در این ولایت میگویند که مرحله دوم عملیات مشترک آغاز شده است و در این مرحله روی پاکسازی ماین‌ها و جابجایی پاسگاه‌های امنیتی تمرکز خواهد شد. با آنکه تاکنون عملیات مشترک در ولسوالی مارجه کاملا به پایان نرسیده است، اما امروز ولسوال مارجه رسما به کارش آغاز کرد. والی هلمند میگوید که پس از این باشندگان این ولسوالی در فضای امن به سر خواهند برد. د بیرغونې او انکشاف کارونه شروع کیږي. لومړی به هغه ځوانانو ته چې تر پرونه پورې یا له طالبانو سره و یا طالبان وو، هغوی دپاره به د کار زمینه برابریږي او د ټولو بیکاره ځوانانو دپاره چې کار نه لري، مصروفیت نه لري، د هغو دپاره به د کار زمینه برابریږي. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی مارجه با آنکه از پاک شدن مارجه از وجود طالبان خرسند هستند، از کمبود امکانات بهداشتی و آموزشی شکایت دارند. پولیس راسي او مکتبونه موږ جوړ سي لارې راته پاکې سي دغه دی چې موږ خپل کور اوسو زه خپل وسایل وباسو درته سوله امنیت غواړو هر څه غواړو چې بس موږ مال و عزت خوندي وي. بخش اول عملیات مشترک که 2 هفته پیش در ولسوالی های مارجه و نادلی آغاز شد پایان یافته است و در حال حاضر بخش دوم آن که پاکسازی این بخش ها از ماین هاست ادامه دارد. از آغاز عملیات مشترک تا کنون 100 مخالف مسلح دولت کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ملی شمار تلفات سربازان اردوی ملی را در این عملیات 3 کشته و 5 زخمی میگوید. سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌افزاید که عملیات امید که در سراسر کشور به راه انداخته شده است تا 18 ماه ادامه خواهد یافت و تاکنون در این عملیات 35 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ملی که همراه با سخنگوی ناتو در یک نشست خبری شرکت کرده بود میگوید که همکنون وضعیت در برخی از بخش‌های مارجه هلمند بهبود یافته است و باشندگان محل در حال برگشت به خانه‌هایشان هستند. وسعت ماینگذاری‌ها باعث میشه که ما دقت بیشتری بکنیم تا بیشتر ماین‌ها خنثی بشه و تلفات نداشته باشه. چنانچه مین‌هایی هم که ظرف 24 ساعت گذشته انفجار کرده تلفات جانی نداره، هرچند ضایعات دارد. زخمی داشتین اما هم جامعه جانی هم تلفات نداشتیم، شهید نداشتیم، ما کشته هم از جامعه جانی نداشتیم. با آنکه کشته شدن غیر نظامیان در حملات نیروهای خارجی در کشور با انتقاد مردم و نهادهای دفاع از حقوق بشر روبرو شده است، سخنگوی نیروهای ISF در کشور
کشته شدن غیر نظامیان را در جریان عملیات نظامی غیر عمدی می‌خواند و مسئول اصلی این کشتار را نیروهای مخالف مسلح دولت می‌داند. کشته شدن غیر نظامیان در جنگ توسط نیروهای ناتو به گونه عمدی نیست، اما شورشیان به قصد با استفاده از ماین و مواد انفجاری، حملات انتحاری و دیگر شیوه‌ها باعث کشته و زخمی شدن افراد ملکی می‌شوند. هرچند گفته می شود در عملیات هلمند نزدیک به 15,000 سرباز افغان و خارجی اشتراک دارند، اما سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که در این عملیات 3,000 سرباز اردوی ملی و کمتر از 3,000 سرباز خارجی شرکت دارند و عملیات مارجه و نادعلی در هلمند تا 1 ماه به طول خواهد انجامید. نوروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک روز جهانی شناخته شد. این سازمان درست پیش در یک خطنامه به درخواست کشورهای آسیای میانه نوروز را روز جهانی تصویب کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ با استقبال از این کار میگوید که حکومت افغانستان امسال تدابیر ویژه‌ای را برای برگزاری نوروز روی دست دارد. جشن نوروز از گذشته‌های دور در افغانستان به حیث یک جشن ملی برگزار می شود. مردم در سراسر کشور با مراسم ویژه‌ای از نوروز استقبال می کنند. روز نوروز از سوی سازمان ملل متحد در یک خطنامه به عنوان روز جهانی شناخته شد. توسط جلسه 71 مجمع عمومی 64 ملل متحد روز اول عمل یا 21 مارچ به عنوان روز جهانی نوروز شناخته شد. گذشته از افغانستان جشن نوروز در بیشتر کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان، ایران، آذربایجان، ترکیه و قزاقستان نیز برگزار می گردد. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که حکومت افغانستان امسال آمادگی های زیادی را برای برگزاری جشن نوروز روی دست دارد و کمیسیون به شمول 15 نهاد دولتی برای برگزاری این جشن ایجاد شده است. از موږ لپاره هم ځکه د ویاړ ځای دی چې په افغانستان کې د افغانستان په 15,000 کلن تاریخ کې موږ همیشه د نوروز جشن نمانځو. له نیکه مرغه سږکال هم موږ د دې لپاره خاص تدابیر لرو. جشن نوروز در حدود 3000 سال قدمت دارد و از سوی 300 میلیون نفر در سراسر جهان به گونه‌های مختلف تجلیل می گردد. در سال 2009 میلادی نوروز در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان نیز از سوی یونسکو اضافه شد. افغانستان و پاکستان چگونگی تبادل زندانیان دو کشور را بررسی می کنند. وزیر امور داخله در سفر به پاکستان در پیوند با همین موضوع نامهای بیشتر از 40 افغان را به شمول شمار از اعضای کلیدی طالبان که در پاکستان زندانی هستند به اسلام آباد سپرده است. نامهای ملا برادر و ملا عبدالکبیر، دو فرد که در روزهای اخیر در پاکستان بازداشت شدند، مشمول این فهرست هستند. در گفتگوها میان وزیران امور داخله افغانستان و پاکستان که به روز چهارشنبه با حضور رئیس اداره FBI ایالات متحده آمریکا صورت گرفتند، وزیر امور داخله خواهان تحویل دهی همه آن شهروندان افغانستان که در پاکستان زندانی هستند به کابل شده است و در مقابل تاکید کرده است که آن شهروندان پاکستان که در افغانستان زندانی هستند باید به اسلام آباد تحویل داده شوند. در این میان وزیر امور داخله فهرست را از زندانیان افغان در پاکستان که در آن نامهای بیش از 40 تن به شمول چند عضو کلیدی گروه طالبان درج هستند به همتای پاکستانی اشاره کرده است. لیستی که داده شده در او افراد مختلفی گنجانیده شده، کسایی هستند که توسط حکومت پاکستان به اتهام زن داشتن در اعمال مختلف یا به اتهام دست داشتن و دخالت در اعمال مختلف دستگیر شدند و در زندانهای پاکستان به سر میبرند. از سوی هم تلاش برای رهایی عبدالخالق فرایی، جنرال قنصل افغانستان در پاکستان که 17 ماه پیش در شهر پشاور ربوده شد، از موضوعات مطرح شده در گفتگوها میان وزیران امور داخله دو کشور بودند. وزیر امور داخلی پاکستان اطمینان دادند که اقدامات سریع برداشته خواهد شد و برای رهایی آقای فرایی روند تسریع خواهد شد. موضوع تبادل زندانیان میان افغانستان و پاکستان در حال مطرح می شود که آمار دقیق از این زندانیان در دست نیست. از سوی همانچه که بررسی بعد حقوقی و عدلی در این روند گفته می شود، گمان زدن در این باره را که تبادل این زندانیان چه زمانی عملی خواهد شد دشوار ساخته است. پابند بوده می تواند رهبری می شوند. ملیبند میگوید که وی هرگز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که در آن آقای کرزی پس از کنار رفتن دکتر عبدالله از دور دوم انتخابات به دنبال داشت، انتخابات آزاد و بی‌طرف نپذیرفته است. من فکر نمی کنم شما کسی را دریابید که برگزاری انتخابات آزاد و بی‌طرف را در افغانستان توقع داشته باشد.
در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که انتظار دارد تا این فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی با قانون اساسی افغانستان مطابقت داشته باشد. ما امید میکنیم که این فرمان تقنینی در مطابقت با قانون اساسی افغانستان باشه و همچنان در مطابقت با او خواستهای پارلمان افغانستان و جامعه مدنی افغانستان باشه که در ارتباط به اصلاحات سیستم انتخاباتی افغانستان صورت گرفته است. بر بنیاد قانون پیشین انتخابات رئیس جمهور می توانست تا تنها 3 عضو کمیسیون شکایت های انتخاباتی را برگزیند، اما با تغییراتی که رئیس جمهور در 3 ماده قانون انتخابات به وجود آورد اکنون می تواند که تمام اعضای این کمیسیون را برگزیند. دیروز نیز این کار رئیس جمهور کرزی با نگرانی شدید غرب روبرو شد. پرچم افغانستان امروز در ولسوالی مارجه ولایت هلمند به احتزاز درآمد. مقام‌ها در این ولایت میگویند که مرحله دوم عملیات مشترک آغاز شده است و در این مرحله روی پاکسازی ماین‌ها و جابجایی پاسگاه‌های امنیتی تمرکز خواهد شد. با آنکه تاکنون عملیات با عرض سلام بر رویدادهای خبری این ساعت خوش آمدید. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا درباره شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان تردید دارد. در حالی که رئیس جمهور کرزی تعدیلات را در قانون انتخابات آورده است، میلیبند میگوید که انتظار ندارد که انتخابات آینده پارلمانی افغانستان آزاد و بی‌طرف باشد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که در حال بررسی تعدیلات این قانون هستند. در حالی که بر بنیاد ماده‌های تعدیل شده قانون انتخابات رئیس جمهور کرزی حق دارد تا تمامی اعضای کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی را بگمارد، وزیر خارجه بریتانیا درباره برگزاری انتخابات شورای ملی افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. میلیبند نقش کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را در افشای تقلب‌ها و تخلف‌های انجام شده مهم می‌داند و می‌گوید که با این کار رئیس جمهور کرزی مشخص نیست که این کمیسیون در انتخابات شورای ملی شفاف برخورد کند. ما می‌بینیم که رئیس جمهور کرزی کی را برمی‌گزیند، زیرا این یک علت مهم از مستقل بودن و عدم استقلالیت انتخابات خواهد بود. من فکر می‌کنم این بسیار مهم است که ما بتوانیم همکاران افغانی داشته باشیم. از سوی یک رئیس جمهوری که به تعهداتش عملیات مشترک در ولسوالی مارجه کاملا به پایان نرسیده است، اما امروز ولسوال مارجه رسما به کارش آغاز کرد. والی هلمند میگوید که پس از این باشندگان این ولسوالی در فضای امن به سر خواهند برد. د بیرغونې او انکشاف کارونه شروع کیږي. لومړی به هغه ځوانانو ته چې تر پرونه پورې یا له طالبانو سره و یا طالبان وو، هغوی دپاره به د کار زمینه برابریږي او د ټولو بیکاره ځوانانو دپاره چې کار نه لري، مصروفیت نه لري، د هغو دپاره به د کار زمینه برابریږي. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی مارجه با آنکه از پاک شدن مارجه از وجود طالبان خرسند هستند، از کمبود امکانات بهداشتی و آموزشی شکایت دارند. پولیس راسي او مکتبونه موږ جوړ سي لارې راته پاکې سي دغه دی چې موږ خپل د کور اوسو زه خپل وسایل وباسو درته سوله امنیت غواړو هر څه غواړو چې بس موږ مال و عزت خوندي وي. بخش اول عملیات مشترک که 2 هفته پیش در ولسوالی های مارجه و نادلی آغاز شد پایان یافته است و در حال حاضر بخش دوم آن که پاکسازی این بخش ها از ماین هاست ادامه دارد. از آغاز عملیات مشترک تا کنون 100 مخالف مسلح دولت کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ملی شمار تلفات سربازان اردوی ملی را در این عملیات 3 کشته و 5 زخمی میگوید. سخنگوی وزارت چند گفته می شود در عملیات هلمند نزدیک به 15,000 سرباز افغان و خارجی اشتراک دارند، اما سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که در این عملیات 3,000 سرباز اردوی ملی و کمتر از 3,000 سرباز خارجی شرکت دارند و عملیات مارجه و نادعلی در هلمند تا 1 ماه به طول خواهد انجامید. نوروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک روز جهانی شناخته شد. این سازمان 2 روز پیش در یک قطعنامه به درخواست کشورهای آسیای میانه نوروز را روز جهانی تصویب کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ با استقبال از این کار میگوید که حکومت افغانستان امسال تدابیر ویژه‌ای را برای برگزاری نوروز روی دست دارد. جشن نوروز از گذشته های دور در افغانستان به حیث یک جشن ملی برگزار می شود. مردم در سراسر کشور با مراسم ویژه‌ای از نوروز استقبال می کنند. روز نوروز از سوی سازمان ملل متحد در یک خطنامه به عنوان روز جهانی شناخته شد. توسط جلسه 71 مجمع عمومی 64 ملل متحد روز اول عمل یا
21 مارچ به عنوان روز جهانی نوروز شناخته شد. گذشته از افغانستان جشن نوروز در بیشتر کشورهای آسیای میانه و ویژه تاجیکستان، ایران، آذربایجان. دفاع ملی می‌افزاید که عملیات امید که در سراسر کشور به راه انداخته شده است تا 18 ماه ادامه خواهد یافت و تاکنون در این عملیات 35 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ملی که همراه با سخنگوی ناتو در یک نشست خبری شرکت کرده بود میگوید که همکنون وضعیت در برخی از بخش‌های مارجه هلمند بهبود یافته است و باشندگان محل در حال برگشت به خانه‌هایشان هستند. وسعت ماینگذاری‌ها باعث میشه که ما دقت بیشتری بکنیم تا بیشتر ماین‌ها خنثی بشه و تلفات نداشته باشه. چنانچه مین‌هایی هم که ظرف 24 ساعت گذشته انفجار کرده تلفات جانی نداره، هرچند ضایعات دارد. زخمی داشتین اما هم جامعه جانی هم تلفات نداشتیم، شهید نداشتیم، ما کشته هم از جامعه جانی نداشتیم. با آنکه کشته شدن غیر نظامیان در حملات نیروهای خارجی در کشور با انتقاد مردم و نهادهای دفاع از حقوق بشر روبرو شده است، سخنگوی نیروهای ISF در کشور کشته شدن غیر نظامیان را در جریان عملیات نظامی غیر عمدی می‌خواند و مسئول اصلی این کشتار را نیروهای مخالف مسلح دولت می‌داند. کشته شدن غیر نظامیان در جنگ توسط نیروهای ناتو به گونه عمدی نیست، اما شورشیان به قصد با استفاده از ماین و مواد انفجاری، حملات انتحاری و دیگر شیوه‌ها باعث کشته و زخمی شدن افراد ملکی می‌شوند.